انجیل یوحنا. یوحنا فصل 2. 2 روز بعد در قانای جلیل جشن عروسی برپا بود و مادر عیسی در آنجا حضور داشت. عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. وقت شراب تمام شد، مادر عیسی به او گفت: آنها دیگر شراب ندارند. عیسی جواب داد: این به من مربوط است یا به تو؟ وقت من هنوز نرسیده است. مادرش به نوکران گفت: هرچی به شما بگوید انجام دهید. در آنجا 6 خم سنگی وجود داشت که هر یک تقریباً 80 لیتر گنجایش داشت و برای انجام مراسم وضوء یهود به کار می رفت. عیسی به نوکران گفت: خمها را از آب پر کنید. آنها را لبالب پر کردند. آنگاه عیسی گفت: اکنون کمی از آن را نزد رئیس مجلس ببرید. و آنها چنین کردند. رئیس مجلس که نمیدانست آن را از کجا آورده بودند، آب را که به شراب تبدیل شده بود چشید. اما خدمتکارانی که آب را از چا کشیده بودند از جریان اطلاع داشتند. پس رئیس مجلس داماد را صدا کرد و به او گفت: اما بهترین شراب را اول به میمانان میدهند و وقتی سرشان گرم شد آن وقت شراب پستر را می آورند، اما تو بهترین شراب را تا این ساعت نگه داشته ای؟ این معجزه که در قانای جلیل انجام شد اولین معجزه عیسی بود و او به وسیله آن جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. بعد از آن عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به کپرناهم رفت و چند روز در آنجا ماندند. چون عید فسح یهود نزدیک بود، عیسی به اورشلیم رفت. در خانه خدا اشخاص را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغول بودند و صرافان هم در پشت میزهای خود نشسته بودند. پس از ریسمان قمچین ساخت و همه آنان را با گوسفندان و گاوان از خانه خدا بیرون راند و سکه های صرافان را دور ریخت و میزهای آنها را چپه کرد. آنگاه به کبوتر فروشان گفت: اینها را از اینجا بیرون ببرید. خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. شاگردان عیسی به خاطر آوردند که نوشته شده است: آتش غیرت نسبت به خانه تو در من شعله‌ور است. پس یهودیان از او پرسیدند: چه معجزه‌ای میکنی که نشان بدهد حق داری این کارها را انجام دهی؟ عیسی در جواب گفت: این خانه خدا را ویران کنید و من آن را در 3 روز آباد خواهم کرد. یهودیان گفتند: ساختن این خانه خدا 46 سال طول کشیده است. تو چطور میتونی آن را در 3 روز بنا کنی؟ اما خانه خدا که عیسی از آن سخن میگفت بدن خودش بود. پس از رستاخیز او از مردگان شاگردانش به یاد آوردند که این را گفته بود و به کلام خدا و سخنان عیسی ایمان آوردند. در آن روزا که عیسی برای عید فسح در اورشلیم بود، اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به نام او ایمان آوردند. اما عیسی به آنان اعتماد نکرد، چون همه را خوب میشناخت و لازم نبود کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، زیرا به خوبی میدانست که در باطن انسان چیست.